اسم عبدالحی فرزند عبدالرحمن در سال 1336 سال تولدم است. رتبه‌ام رگروال است. در سال 1362 فارغ شدیم و در شهر اشتباهان اشغال وظیفه کردیم. در پست‌های مختلف ایفای وظیفه نمودیم. مامور قاچاق بودم. بالاخره در این اواخر مامور کشف بودم در مدیریت جنایی قانونی. در برج در ماه روزه که در سال 1380 از طرف شخص خود دوستم برای قماندان امنی مردم به نام محمد اکبر توران جنرال بود وظیفه داده شد که تو یک نفر یا دو نفر از کارمندان جنایی توضیح کرد که نفران مطمئن باشن چند نفر در بین کانتینرها مرده امینا رو برده دفن کنند. ما با هدایت اکبرخان که قماندان امنیه بود رفتیم و گفت که همراه خود چند نفر مدیکار هم بگیرین و بیلدوزر هم ببرین. ما همراه خود مدیکار گرفتیم و بیلدوزر گرفتیم رفتیم طرف پول خراسان، طرف غرب سرک پخته در حدود 100 متر پیش رفتیم و کانتینر آمد ایستاده شد. اکبرخان برای ما هدایت که چند نفر است. وقتی که ما میریم دانی کانتینرها را واز میکنیم، در هر کانتینر یک کنیم 100 نفر و 170 نفر و 160 نفر در هر کانتینر از بین رفتن. کانتینرهایی بوده که کلی کانتینر تجارتی بود، هواکش هیچ نداشت و حتی تا بسردی که از دریورها که ما معلومات کردیم گفت که همین بعضی کانتینرها دریورها شکاف کرده بودن. سر از اون همین بعضی قماندانای دوستم لطکوب کرده دریورها رو که شما چرا دونای از زینا رو غار ساختین و بر از اون خاطر اواد داخل شد. خود در مجموع در ظرف 2 روز یا 3 روز که ما خودم در محل واقع رفتم و مردا را دفن کردم و دیگر مدیکا خواستیم و در حدود 1100 نفر در 3 قبر پولی هم دفن کردیم. وقتی که دفن کردیم روز دفن کردن ما با بعضی از افراد اشخاص دوستان خود قصه کردم که این یک فاجعه شد در مقابل از این مردم. اینا از سیرایی بودن، اکثر از این سربازای بودن که به جلب هزار آورده شده بود. صرف یک نفر عرب در بینش بود، مطابقی کلگش همه مردم افغان بود. و این موضوع که ما بر بعض از دوستان قصه کردم این گپ میرسه به قماندان امنیه و بالاخره گپ میرسه به شخص خود دوستم و دوستم بر لال قماندان و غفرت‌ها که بچه کاکای لال قماندان است وظیفه میده که آمر کشف به هر شکلی که میشه میگیرن و از بین میبرین که راز ما افشا میشن. بعدا ما از اون منطقه همراه فامیل خود فرار کردم که دارای 6 بچه یک دختر هستم. فعلا در شهر کابل در یک قریه بسیار دوردستش بسیار با حالت فلاکت باز زندگی میکنم و 3 برادرم فعلا در شبرغان هم هستن که از طریق از اونا برای ما این تو معلومات داده شد که یک وقتی که با خودم اونجا بودم 5 کانتینر دیگر خود اکبرخان که قماندان امنیه بود از طرف شب میبره و این 5 کانتینر را در یک محل گور میکنن که گور کردگی از اون بسیار سطحی بوده. حیوانات وحشی آمده این بعض مردا را در بیرون کشیده بود. از خود دوستم خبر شد باز به لال قماندان که یکی از قماندانای از دوست وظیفه میده. بعد از لال قماندان قادری بازار گفتن یک قماندان داره این را وظیفه میده که میری همین مردا را مکمل میکشی و سر از اینا پترول میندازی و اینا را عریق میسازی. بعد همین قادری بازار چند نفر همراه خود میگیره از طرف شب میای این مردا را میکشن و میبرن در یک جای سر از اینا پترول میندازه و همین یک قبری که قماندان امنیه اکبرخان که دفن کرده این را به کلی عریق میسازه و از بین میبره. و او 3 قبری که شخص من خودم کنده بودم بالفعل شاهد صحنه بودم در سایه ایستاده بودم که او را نتونستن کشیدن من بسیار پایین دفن کرده بودم تقریبا 2 متر در زیر زمین دفن بود و در یک قبر 4.5 نفر دفن کردیم که روی کاغذ خودم شمار میگرفتم 3.5 جسد در یک قبر دفن کردیم و 300 نفر در یک قبر دفن کردیم. بعد از اینکه ما فرار کردم در کابل آمدم این گزارشات فجایی که در اونجا صورت گرفته بود به تاریخ 13 جوزا مطابق به 3 جون تمام گزارشات تحریری و محترم زلمه خلیلزاد نماینده خاص ملل متحد امریکا بود
برای از اونا تقدیم کردم و گزارش مکمل دادم و هر قدر کوشش کردم که همراه اختر ابراهیمی هم تماس بگیرم و همین گزارشات مکمل برش بودم. متاسفانه با هر قدر کوشش کردم به این موفق نتونستم شده که اختر ابراهیمی را پیدا کنم و گزارشات بدم و همچنان گزارشات با بعضی از رهبرای داخلی خود هم دادیم. اما من برای فعلا بسیار احساس خطر میکنم و هیچ تصور میکنم که هر لحظه ممکن با فامیل خود از بین برم. بناهن از اتحادیه متحده امریکا و تمام ممالک اروپایی این تقاضا را مدارم که در مورد ما هر چیز زودتر اقدام کنن و یک تصمیم بگیرن تا من از بدبختی از چنگ دوستم نجات بدم. و من بسیار تشویش آور زندگی میکنم، بسیار حالت فلاکت بار که بعد از چور و چپال شدن بسیار به رقم فامیل خود کشید، من خود از طرف شب کشیده بودم. اما یعنی تقاضای ما است که هر چیز در مورد ما تصمیم گرفته شود. بی نهایت به تشویش هستم.